یعنی علی هر جا هستی فرار کن، یعنی انتها تو اومده پاره کن. آقا سلام، یه مسافر زدم امروز از سرسبی به سمت دانشکده داروسازی. بعد آقا علی آقا برادر من، شما که دکتری ازت بعیده، او تو اندازه سن من تحصیل کردی. چی بگم آی دکتر، این خانومی که نشسته بودین عقب فهمیده شما زن داری. آره اینستاگرامشو پیدا کرده، داشت با دوستش صحبت میکرد، یعنی پاره ای. حالا من نمیدونم چه کاری داره باهات، حواستو جمع کن. این کارش تموم میشه میخواد پتتو بریزه راه. داشت میگفت کارم که با علی تموم بشه، به رفیقش میگفت حالا بذار کارم با علی تموم بشه، اون موقع من میدونم اون اینستاگرام زنشو پیدا کرد. آخه مرد مومن، تو دکتر این مملکت، زن و بچه دار، آخه چرا انقدر حولی؟ چه کاری بود کردی آخه علی داره میاد انتها تو پاره کنه. علی یعنی هرچی دم دسته رو فرو میکنه به انتهات. حالا شاید برای تو سوال پیش بیاد که چرا انقدر مؤدب شدم. یه سری از ویدیومو تو یوتیوب حذف کردن، بعد گزارش زدن ملت همیشه در صحنه، مجبور شدم که مؤدب باشم. ولی علی انتهات پاره است، من میدونم. این یعنی یه چیزایی میگفت آخ علی تو زن و بچه داری، چرا قول ازدواج دادی آخه؟ چرا گفتی من میگیرمت؟ میگفتی نمیگیرمت، فقط میخوام بنفیت هم باشیم. اینم تازه یاد گرفتم خب همینو میگفتی علی این چه کاری بود آخه؟ دیگه خدا بهت رحم کنه علی آقا. آی دکتر ببخشید، عذرخواهی میکنم. این علی میکرد، من دیگه تو ذهنم آورد. جناب دکتر، سگ برینه تو اون مطبت. شاید هم استاد دانشگاهی، نمیدونم، کارورزی بیشت بوده. میخواستی علی، آی علی جان، علی